چپه میکنه میشکنه. توجه دیگ بخور کاسه اینا اسکینه. توجه دیگ بخور کاسه اینا اسکینه. دیگ بخور کنه میتونو همین زرپا میبرو. بچه حواس تو به چهار طرف باشه که امروز این مواد رو من تحویل میدم. اقبال سوخته به کی تحویل میدین؟ به شروع مادر تو رو به کارا کی آورده؟ تو اجیر به چهار طرف خوب باش. چشم. کجای فراد خان؟ خیریت بود که دیر کردی؟ خیریت بالله لامی تزبیرهای آمادم نمیشد که را راسته بیاییم. گوش کو فراد خان به تو چی میگم؟ موادات هم آماده تیار کرده به داخل کیف 2 کیلوه. بفهمیدی؟ اینا رو میبری به باغ بالا سیاه پین 1 لک پول هم از او تحویل میگیری پس میایی. از زمین راهی که بیامدی از این را پس نری. باز دزرگه راهی برو. دل جمع باشیم. خیر بینیم. بفهمیدی که چی میگم؟ مشکلی نداره. بیا. آره. برو بخیر بشی. خیر بینیم. خدا بخیر حافظ. باشی. بیا بچه. بله بیا که تو یک جای من بکن. بیا کجا برام؟ بیا برو. خود تنور آتش تندر میکنه نگه. گالی میبینی با شب چی میخوری شب؟ چی بکنم؟ کجا برام؟ بیا برو به پیش ماماسی اون دمان بریم بسته بیار برو. دام عملی؟ دیگه پچه کار و میکنی. که پولا شما؟ خب اگه من پول بدشتم خب میرفتم از بازار بسندم خب ندارم دیگه. برو مگم قرض نسیه بدیم. دیگه دو مرجو بیا. خوبه. کجا میگه ساده خدایی که بخون میای و تا دیگو خلیفه دیگه بلک نداره ایکو برار ایکو سکیلی ایکو گل برو خاری کنی که بگم هش پس تکم ای برک میده لنگو ما بکن زمین بکندم من. خب چرا برکه از اختیار نمیکنی؟ برکه اختیار کو ساده خدا تو میزنه بگدانه دو نمیزنه آخه. بازی فرغون محمد اومد از کجا پیدا کرده و دیده چیز بیبره که خرابه؟ این فرغون محمدین اومد به کجا ماما عبدالوهاب این چیزه خوشور من تقریبا 9 ماه و 8 روز میشی سوار نشدی بیدن. من که گفتم چیزی از این تو خوابی کردم بیامدم پیش شما به سیاه. خب ماما خلیفه جان انا البته خوشی ما گفتم خسور ما نگفتم میفهم که دیرو به ما بگفتین برنج صدری امو برنجا چیزه برنجا خالی مرداریم دیگه برنج داریم ها دامن با ما بدیم بابا خیلی خوشی بفهمیدیم. انا همین گوسفندمو که به خیلی خوشی همین که بزیدد انا بابا خیلی خوشی پولا شما شاید 100% بیاره دامن بدیم بدنیم که گردنم بند باشه. دیشبم سلاته خوردیم پلی شبم سلاته خوردیم انا به میشه و خونه بنجیری هم یخه انا چیزه با پولا شما میاره. خب برات برنج میدی خوب کاری کردی. ما برنج داریم ازم 200 تا 3.5 برنج بیبی تو از کدونا گفته به ما بیار. ماما عبدالوهاب خدا بیامرزه روزی که بیبی من خدا بیامرزه فت که انا شما او وقت کاکاک دشمله میگفت نه دشمله کاکاک میگفتیم. شما یک اهداف مقصد داریم
که هر دن بیبی میگیم بابا من بیبی ندارم، من مزدور در خونی خوشی خونم، من پیش خوشی کار میکنم. بوجی 2 ساعت یا 3.5 ساعت داریم برنج. نه خاطر تو همیشه گیل گپ بیبی خور میزنی. من چی خبر دارم که تو پیش خوشی خو مزدودی دیگه. آها خب نگفتیم برنجا بوجی اینجا بوجی نه، من داریم به 2 ساعت نیمه به 3 ساعت 350 روپیه هم درسته منه. باشه من 1 دقیقه صبر کنیم. صبر کنیم برم. علا سلام علیکم وندر نباشین خوش جانجور اتیار هستی خیلی بشناخته گیله گل بری دومت شمانو. آها زنده باشیم. خوشو ماما عبدالوهاب میگم که ما برین داریم چوکه درسته؟ چوکه من 2 ساعته اینا درسته من 300 روپیه یا 350 روپیه اکادمک بیارین. شما یکا خوش قناقا بخورید چرا منم شریک میدیم. خب باشه میگم بر اینا اگه ما خودم تقریبا اینا محرمم ما گپ زنیم خود اینا کسول مدایی میدم. خوب سیه میگم من بر اینا. خوب خدا حافظ. ماما عبدالوهاب خوشیمو میگم ما قناقا بخوریم که از بر اینجا درست بخوریم. میگم ما چوکه ماییم بر اینجا 200 روپیگی. خب چند من ماییم؟ 10 من. خب مشکل نداره. خیلی بینید تشکر. بیام دیگه بکشی. سلام علیکم. و علیکم. بله کی آمده؟ صبر کن یا صبر کن. رئیس جنگی خانم رو دادم ده. بگو بیا. در واقع بیاین داخل بیاین. سلام علیکم رئیس. و علیکم سلام. چی خبر جنگی خان از بچه‌ها؟ پریشون معلوم میشی با. چی سکوت کردی جواب بده. جنگیر خان مثل که نمیشنوید 2 نفر از تو پرسان میکنن که چی گپه جواب نمیدی. هیچی رئیس یک از اون بچه ها ما رو بگرفتم. چی میگه جنگیر خان؟ باز گیر گرفتم. به شما نمیگم که به هر مسیری که میریم حواس خور جمع کنیم. رئیس همین جمعگول یک کمکی بی احتیاطی که سر چک پوینت بگرفتم. چی داشته؟ یک کمی تریاک خودی بوده. البته شما مولیم به زیرا میریم. چرا حواس خور جمع نمی کنیم؟ چرا این نفرا خود نمیفهمونیم؟ ببخشم رئیس، اتفاقی بود بفتاد دیگه تکرار نمیشه. چی ببخشیم جنگی خان؟ البته 1 کیلو دشلمه گرفتم از شما. میفهمین که 1 کیلو تریاک چند ارزش داره؟ عباس جان 1 کیلو نبوده. چند بوده؟ 3 سرمه شد. اگر من میفهمم هر 3 تا شما آدما نافهم بیعقله. من به قصه 3 4 نیم کیلو 1 کیلو تریاک میام. من به قصه یک نفرم. با خدا هر کار پیش بیای خو این که پیش من هیچ کنم شما نمیری. و خیال کت که برو بلد کار کن. عباس بله رئیس.
تفنگ چه خور بگذار تفنگ کلانم باشه برو به شهر برو همه پولا رو زمین نفر میستونی میاری چشم. حواس خور جمع کن بیرون میشی چشم. به تلر برو سایتو که چی میگم اقبال سخته فقط 1 کیلو تریاک 1 کیلو هم به شیشه خیال میتونی صبح صبح میاری بمسر کتر سنگی ها 6 بیجه بخیر خوب ما منتظرم فقط وعده ما و تو سر کتر سنگی بخیر بشی کجا خان خوبی؟ شکر خبر داری چه کار شده؟ باز چه کار شده خیلی باشی جنگی نفر مار بگرفتم پیش رئیس بودم خیلی هم اعصاب رئیس خراب بود مرماس بزنه رئیس کیر بگرفتم اشته بگرفتم چیز میزی که خودیو نبوده بوده جمگل گرفتم بابا چکو اشته بابا به جایی میره چرا متوجه نیه خبرم داره که این روزا مثل میرو ملخ به سر ما چور دیوار ماه چک پوینه مگر متوجه باشه کمکی بیتیاتی کرده بود بفرختم بود چی بوده خودیو؟ یک کمک تریاک بود خودی با بیلا رئیس چی گو؟ رئیس خیلی اعصاب خراب بود براتون بیش نکن مرماس بزنه خود چه ما این روزا همه به سر خون میاریم اگه متوجه باشیم اگه حواس خود جمع کنیم اگه به رای میریم احتیاط کرده بریم احتیاط کرده میگه چری به گیر بیای من که برای میگم که احتیاط کنیم حواس برو جمع برو استاد نشو برو کاکا برو کار با یکی با تعقیب مال نداشته باشه ما بیاجو به هر جا میریم یک اتفاقی نی یک اتفاقی حتما میفته با بیلا برو که بکن چودم کنم به یه سیاه در دهنم بند باشه که مرتکب بوم می خسول می ری کنم برای کفن خوشه سم و تیر شا وقتی لک لک کرده با ما ور مخزه می آیه آی نمازی شم غریبی رو به من کرد ها دل آرامی آخ دلم جولان زد و یاد وطن کرد هی جانم ای آی نفهمیدم پدر بود یا برادر خدا یادش کنه هر کی یاد مال کرد هی نازنینم خدا قسمت کنه روی تا ببینم هی گردنم ببند باشه اگه لنگ خسول ما درک داشته باشه چیکار کنم من اینجا قرار که دیگه میرم سر خون مگذارم خیلی میشم اگه بیام گفت چه کار فلان میگم برادر این جرسگی بیدی از این مگذار نمیکرد تو سعی که از صبح طالبی آمدم